بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظیم. برادران و خواهران نهایت عزیز و محترم، الله متعال همه ما شما را توفیق عنایت فرماید که این ماه مبارک رمضان را با خوب استقبال کنیم و از برکات و فیوزات آن به شکل دقیق و درست استفاده کنیم. این ماهی است که الله متعال دهه اولش را دهه رحمت قلم داد فرموده، دهه دومش را دهه مغفرت و دهه اخیرش را آزادی از آتش دوزخ است. و همین خاطر این ماه را گرامی داشتش را جدی متوجه باشیم و باور بکنیم که خداوند متعال لطف بی پایان با بنده های مخلص خود کردن که فرصت های برای عبادت برش نصیب فرمودن. فرض در 70 فریضه ضرب میشه و نوافل جای فرائض را میگیرن. بنان آرزومند هستم که با اخلاص کامل، با نیت درست و استعداد پررم با آمادگی داشته باشیم. برادران و خواهران عزیز و محترم، ماه مبارک رمضان روزیش فرض و قیامش سنت می باشد. کوشش کنیم که واقعا روزه درست را بگیریم. روزه عوام نه، بلکه روزه خواص و خواص باشد که از خوردن و نوشیدن و رفع ضرورت انسانی خود بالاتر حواس خود را، چشم خود را، گوش خود را، هوش خود را روزه داشته باشیم و الله متعال متوجه باشیم. همچنین برای تراویح و نوافلی که در مساجد از ختم قرآن کریم و برنامه‌های دینی برپا میشه سهم فعال داشته باشیم. نکته دیگری که به توجه کرد، این ماه قرآن هست. بزرگداشت این ماه به خاطر نزول قرآن کریم می باشد. به همین خاطر الله متعال می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. ماه مبارک رمضان از مهمترین ماه‌های سال می باشه که خداوند متعال این ماه قرآن را نازل فرموده و این ماه هدایت و قرآن راهنمای هدایت برای همه بشریت و انسانیت هست. دومین نکته توجه داشته باشیم از خیراندیشی که در این ماه رسول اکرم صلی الله علیه و داشت، ما امتش هستیم توجه بکنیم که همسایه گرسنه، اقارب ناتوان خود را وارسی دقیق کرده باشیم، از احوالش خبر داشته باشیم و لقمه خود را با اونها شریک ساخته از خیر و برکتی که برای یک فطر روزه یا افطار صائم متوقع است از استفاده بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: من فطر صائما فكأنما فله اجر الصائم. کسی که یک روزدار را تهیه افطار تهیه بکنن مثل که اجر از او با خود قلمداد کرده باشه و کمایی کرده باشه. سومین نکته که به توجه کرد، خواهران ما که در خدمت خانواده های خود هستند، در آمادگی افطار را میگیرن، آمادگی سحری را میگیرن، اونها را به دیدی قدر نگرسته و تشکری طبیعی داشته باشیم. و همچنین امیدوار هستم که خواهرای بزرگوارمان این زحمات را که به خاطر تهیه افطار صائم برای خانواده های خود، اولادای خود، برادرای خود، همسر خود، پدر و والدین خود تنظیم میکنن، از همان اجر را نیت داشته باشند که اینها روزدار را افطار تهیه میکنن. بنان فرصت بسیار زیبا و غنیمت است که اونها را خداوند متعال فرصت کمای اجر رسید فرموده است. همچنین توجه داشته باشیم که به نمازهای پنجگانه خود به صف اول و تکبیر اولا خود را برسانیم، زیرا در ماه رمضان تکاسل کردن واقعا نقطه ضعف یک انسان خواهد بود که فرصت عبادت هست و ما کمرمان به عبادت خم نمیشه و می خاطر کوشش که ماه چارج کردن ایمانی درست بکنیم. ولی قبل از اینکه ما با وارد ماه مبارک رمضان شویم، تلاش کنیم که روی فکر و اندیشه و قلب خود کار بکنیم و از معصیت های کوچک و بزرگ توبه نصوح و استغفار بخواهیم که خداوند متعال ما را واقعا مستحق اجر همان روزدار بگردانه که خودش وعده فرموده در حدیث قدسی میفرماید: الصوم لی و انا اجزی به. روزه برای من گرفته میشه و پاداش روزدار را من تعیین میکنم. بنان آرزومند هستیم که از فیضات ماه مبارک رمضان
هم مستفید چه هم برای دیگران زمینه استفاده را برابر بسازیم. چهارمین نکته که داریم این است که در تراویح مساجدی که ختم قرآن کریم دارن آرزومند هستم که در 27 شب یا بیشتر کوشش کنیم که ختم را تکمیل بکنیم و از عجله در تراویح و از سر تیر کردنش را کاملا دور بگذاریم. ما امتی هستیم که باید کلام الله متعال را هم بیرون از تراویح بخوانیم و هم در داخل نماز تراویح تعقیب بکنیم و کوشش کنیم که اگر ممکن باشه مساجد ما اگر فرصت تراویح خواندن برای خواهران مساعد باشه از این فرصت استفاده دقیق شود که ما و مرد و زن پیام الهی را شریک بشنویم و از فیضات مستفید شویم. الله متعال هم ما شما را توفیق نصیب بکنه تا این رمضان خیر و برکت دانسته و مخلصانه دعا بکنیم که الله متعال به کشور عزیزمون و امت مسلمه فضای صلح و آرامش هم دیگر پذیری در مساعد بسازد. و السلام علیکم.